به نام خدا. سلام، من امیرحسن هستم از کانال املگو. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم کل غذاهای فست فود رو با هم دیگه چک کنیم و ببینیم چه رتبه‌ای میگیره به ترتیب محشر، خوشمزه، معمولی، بد و بدمزه. اینو من خوردم، راستش زیاد هم نیومد، ولی چون خیلی ظاهرش خوبه میذارمش دسته‌بندی خوشمزه. واقعا خیلی غذای خوشگل و پر زرق و برقیه. بعدی بستنیه، غذای خوبه ولی میذارمش دسته‌بندی معمولی چون نسبت به بقیه زیاد جایگاه خاصی نداره. بعدی اینو واقعا خوردم، خیلی خوشمزه است، برای همین میذارم دسته‌بندی خوشمزه. بعدی اینا واقعا خیلی زیاد جالب نیستن، به خاطر همین میذارم دسته‌بندی بد. غذای بعدی واقعا خوشمزه است، خوردم، یه بار خوردم ولی دوست دارم دوباره هم بخورم، خیلی خوبه واقعا. میذارم دسته‌بندی محشر. بعدی آب نبات، علاوه بر خوشمزگیش زیاد ویتامین خاصی نداره و خیلی ضرر داره، خطر دیابت هم هست، به خاطر همین میذارم دسته‌بندی بدمزه. پوفیلا رو میذارم معمولی ولی بازم خوبه. بعدی هات داگ، واقعا خوشمزه است، میذارمش اینجا. بعد غذای بعدی همبرگره که میذارم دسته‌بندی محشر. واقعا همبرگر غذای معروف و خوشمزه‌ایه. غذای بعدی نخوردم تا حالا، به خاطر میذارم دسته‌بندی معمولی. بعدی پیتزا، محشر. اصلا بهترین فست فود همینه، پیتزا، واقعا همینه. غذای بعدی سیب زمین سرخ کرده مکدونالد، اینم محشر، واقعا خیلی خوشمزه است، یه بار خوردم اونم راضی. چیپس خوبه، واقعا خوشمزه است، تا الان که سنم به اینجا رسیده بازم دوستش دارم. بعدی دوناتس، میذارمش معمولی. آره اینم خوردم ولی زیاد خوشم نمیمده، میذارمش دسته‌بندی معمولی. این یکی هم نخوردمش، میذارمش دسته‌بندی بدمزه. آره این شدش کل رتبه بندیمون به ترتیب بدمزه، بد، معمولی، خوشمزه و محشر. واقعا دسته‌بندی خوبی شد، کل غذا رو به ترتیب چیدم و اینم از این. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید. خدا نگهدار.